دبا یه نه دبا یه ده خیره با دوستان عزیز همدیم که یک دونه پرونده فروشی همکارمون هست زیر بالاساره دیگه این خدا ببینشون عجب انواع پرونده دارن. خب دوستان عزیز محترم امروز گرینگرینی دیگه زیر بالاساره بالاسار کست آثار باستانی غزنی خیلی جای باستانی هست اینجا منطقه مردم چرا از قدیم تا قدیم را دیگه نمیز یک دونه همکار از ما خیلی آدم خوش اخلاق و خوش جوان هست دیگه همکار از ما هست. برادر یک گزارش چکنه از این بنده خدا میبریم. برادر نام تو چیست؟ عبدالجبار هستم. آفرین عبدالجبار جان همین پرنده فروشی هست که پرنده فروشی می والا خیلی پرنده رقم هست. چند سال هست؟ یک مدت 11 سال 10 سال است که پدرم 1 سال میشه که میگه خیلی قدیمی دیگه از نسل به نسل همین پرنده فروشی دیدیم. دیگه این دوست از ما دیگه بسیار قوی پرنده فروشی داره. ما از پرنده‌اش هم می‌گیریم. همین کوچه کلا پرنده فروشی داره دیگه. تو کوچه هم کامل پرنده دوستان همین رقم کوچه‌ای انواع پرنده اینجا هست. واقعا دمش گرم این چیزایی که نداره. ساریه ما رو به خود ما رو خطیز بگیر چی رقم یک ساریه در کل افغانستان ایتا تو بگم مایک دیگر گم کو در کل افغانستان همیت یک ساریه زدنوک نیست. سایی که ساریه را سایی که یخک کری ساریه میگم بیشک تا بیشی تا ساریه گپ نداره. پیشاپیش ایدی قربانم تبریک میگم. ایدی قربانم با کل بیننده ها تبریک میگم پیشاپیش. سلامت باشی. سایی که ساریه را سایی که مردم غزنی کس خب مردم غزنی خیلی خوش. اگر که شوقی نیست باید شوقی شوه خوب چیز است. مقصد بسیار عالی چیز است. قیمت دیدی چند است دارن؟ قیمت دیدی 3000 افغانی همیت سید. بیخی میتو یک چیز انتیک است انتیک. با زور خدا دیگه گپ نداره. مقصد دیگه دلت تزار کدام خریدار پیدا شده نه در بازار. تشکر. سلام. این تمام دنیا پخش میشه. یک شعر بلد شعر بگی. ترانه بلد. ها؟ نام مست محمد یوسف یک ترانه میخونم. ترانه بخون آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. شکرگویم به خدای مهربان آن که باشد خالق کون و مکان، آن که بر ما جسم جان بخشیده است، قوه نقد و بیان بخشیده است، کردن عادل ارزمان پیغمبری تا که باشد مردمان را رهبری. نام پاک و محمد مصطفی از بیشک بهترین انبیا، بهترین چیزی که بر ما گذاشت رهنما و رهبر قرآن گذاشت. باد هر دم بر خدای آرود بر وی و بر حال و بر حساب زیر صدق الله. حمید گرد میگه نام چی بود؟ یوسف محمد یوسف. محمد یوسف جان اموت شعر خواند دوستان عزیز که بسیار عالی بسیار قوی و بچه شجاعه بچه وطنه. خب بریم دیگه دوستان میریم در پرنده فروشی بالاتر میریم دیگه. اینجا که گرفتیم همین کوچه نام خدا بیخش پرنده فروشیه دیگه. یعنی جوانا رو میگیریم دیگه بعد دوستا اینا و هموطن از ما شما هستن. این کوچه دیگه کوچه بیخی جوانای عزیزه، بیخی جوان هستن، بیخی آرزو دارن که روز کشور ما آباد شه بخیر. پرونده فروشی ای کشور. سلام علیکم حاجی صاحب، خوب بخیر سلامتی؟ حاجی صاحب اجازه است که یک فیلم امروزی چیز بگیریم پرندای تو؟ خیلی زیبا اینا مینای
کمیتر سفید قمری ها؟ قمری یعنی چی هست؟ یعنی خیلی قشنگه بلبلک این بلبلک ها؟ کاو بلبلک کاو کار نیست قمری این خیلی زیبایی این بلبلک ها؟ بلبلک اونو که از بودنای وطنی است نه این بودی می‌خوایی ها؟ برای چی چند است قیمت کنه ما دیگه بلبل چند تو میگی؟ یعنی که تو نه جورا. ها؟ آفتا. مثلا حالا خیلی زیبایی خیلی قشنگ خب دوستان عزیز اینجا که مشاهده می انواع پرنده است و انواع این کوچه همهش پرنده فروشیه دیگه واقعا خیلی زیبا پرنده داره خدا یار حفظ کنه همون تا چیزا داره که بسیار عالی دیگه لایک و سابسکرایب یادتون نره نه حالا او خیلی قشنگتر بگیم خیلی زیبایی خود داره نه شیو کم میگم اینا امی از بلندی که میگم میه ایوه ایوه آقا دیران یک نفر میگه در بخشید من والا خیلی زیبایی چند است قیمت جساس 3000 افغانی جورش ها والا این مفت دوستان عروس پولندی که میگه اینی میگه دیگه عروس پولندی میگه دومش هم خیلی بلنده به یعنی تقریبا یاره 20 تن خواهد بیانه 20 تن بزرگیش هست ارزان مخه ها؟ ارزان